برادر شما که حالا در شهر روسیه می باشد و کار کرده ایستاده است، شریف علی می باشد. صحت و سلامت می باشد و صحت و سلامتی شما فرزندان عزیز و از درگاه خداوند کریم طلب دارم الهی سرتان درد را نبیند و همچنین سلامتی اوچه جانتان را هم از خدا طلب دارم. شوهر من 2004 سال ماهی مای رفتگی برای زندگی کار کردن خانه و درمون اساس کنیم. مدت کمی چند سال نیسته، یک دو سال اولش رابطه داشتیم با تلفن و با مکتوب و دیگه نه. یک بار خط روی کرد، صورت روی کرد، یک دو مراتب پول روان کرد. بعد دیگه اینا چندین سال میشه خیلی هر حرفا میگنونه که هشت میخونم خوش خدمم خوش بعد عروسی مامان دختره تش عروسی کردم، توی کردم، به پدر برآوردم. یک بچه را تای خو کردم، به پدر برآوردم. خودم تنهایی ببینم فرزنداشه و داغ بچهشه یک بار برو سر منزل ببینم. اینم آرزو دارم دیگه هیچ. بچم دیوال میزدیم، همین دیوالای گرده اگر بود من در قسمت بودم من خودم کار میکردم 15 روزه. قطعی دودرش لای میکنم دیوال زدن بیا کم تری دیوال میگرده طرف دودرش میگه تو لایار تو بکن من یه حجت خونه میرم. حجت خونه میره اوست آمدنده خیلی شمال شویش میشه ایستنده رو چراغک و تا ایستم سوید گذاشتنده همین سوید ای پشتش میزنه. فقط وای دل موچه میگه تمام دیگه هیچی به همون به کاری خود میشه. بعدا من خدمه قیقه خیاطی میکنم درز دوزنده چه وری وای را که بود میکردم با پسر میرفتیم دهوده میفروختیم حوص بندون تاری سر میکردیم با پسرم. بعدا با هزه میآورد او را میبستیم برای زندگی. چندین بار هم برای چیزای جنگل دعوا هم کردم که مرا زندگیم وز بینه. خیلی مرا دستگیری کردن گفتن اپا کاخش بیاری مایلش برای که تر زندگی مشکله. بچه هم ده سر خم کرد همش این رحمتی بچه بیروز به بیروزی راستی یکی عاقبت خیلی نبوده در تقدیرم. فرزندم موقع که نون خودش صاحبی کرده خداوند در کار بوده برد. من هزار برای خدا شکرانه میکنم که فرزندی من بده پروردگارم. نه که بعدی وای با وفاتی او من اینا قریب 5 سال میشه اپریل بیایه راست دیگه وضعیت سخت بچه یگید میشه مردا گریه میکده بگو تجون کجای دستی آواز نمیشنوید بیو گریه شکرانی جانی من بچه و دختره کن شکرانی نویره کن خدا هم رکشد تاینا با بیگوشی دای ماما گوشی دای من تو چه میکنی بچم تو روز دیوال میزنم دیوالم بد نمیشه کمپیرای قدیم نکم گفتی رحمتی و چم که همه دیوال زنی فکر این همه روزگاری که این آوازی نمیتونی بود کرده کم بودی داری همه ها بدای که میگفته دیوال میزنم و دیوالم بد نمیشه رحمتی مادرم همه گب راست که در این مدت منم غم و درد بسیار دیدم ایوازو رستیگه فرزندم زیغ میشم گوم جمعشون میکنم بچه هم زیغ نشه هر کس هر خبری گفت تا اونه که به گوشی خود نشنوه به چشم خود نبینه باور نکنه. خیلی دنیا همه خیله که ایمی یک قدم دوری دور نمیدونی که در چی حالی یکی عاقبت اگر نیکی باشه ای دنیا امید داشته باشه ای خداوند با ارزوتون میرسه پدر خودتونم واخور میشین قسمت زندگی و دیدار یادگار باشه. من فقط میخوام حاضرش ده که زنده بودن همو را هست یا نیست بودنش من خداوند هم ارزو دارم ای بنده هاشه.
ای تو خط آینده از نام من و خودت و سیده جان و بهروز جان و دختر ما و نرکین جان و بچه از نو اومده سلام ای را گفته و عمم سلام مرا حتما رسون و با خودت زنک جان یک بوسه از نام شریف علی یک میده که به 2004